لولو خورخوره وقتی میخواد بخوابه کمد چک میکنه که غلامرضا اونجا نباشه. خودکار غلامرضا نیازی به جوهر نداره چون هر بار موقع نوشتن کاغذ خونریزی میکنه. غلامرضا میتونه با ویولن پیانو بزنه. غلامرضا یه نارنجک رو پرت میکنه و 50 نفر میمیرن. بعد نارنجک میترکه. غلامرضا کتاب نمیخونه، ازشون بازجویی میکنه. ارواح بعد از دیدن غلامرضا پیش روانشناس میرن. جلیقه ضد گلوله برای محافظت از خودش غلامرضا میپوشه. برای غلامرضا 60 دقیقه فقط 20 دقیقه طول میکشه. غلامرضا وقتی که با آینه نگاه کرد هیچ بازتابی ندید چون فقط یک غلامرضا وجود داره. غلامرضا نمیخوابه تا صبح بشه، منتظر میمونه تا صبح بشه. غلامرضا با شاشیدن اسمش روی دیوار حک میکنه. دیوار بزرگ چین برای دور نگه داشتن غلامرضا ساخته شد. غلامرضا میتونه از آب پرتقال آب لیمو بگیره. غلامرضا آخرین رقم عدد پیو کشف کرده. غلامرضا یه بار توی بهشت آتیش روشن کرد. غلامرضا یه بار میخواست 30 کیلو وزن کم کنه. پشمای سینه‌شو زد و 50 کیلو وزن کم کرد. غلامرضا با موز میتونه رونالدو